کنکور سراسری حذف شد. تأثیر معدل قطعی شد. هر سپایه. چند بار روزی این خبرها رو میشنوی؟ چند صد بار تو کانال‌های مختلف اینا رو میبینی. کنکور حذف شد، معدل قطعی شد، کنکور میخوان دوباره برگزار کنن. چقدر پیگیری این اخبار زردی؟ آیا میتونی این اخبار زرد رو حذف کنی؟ قطعا نمیتونی. پس پیشنهاد میدم به جای اینکه دنبال این اخبار زرد باشی، وقتت به بطالت بگذره و تایم مطالعات کم بشه، از این اخبار زرد دست بردار. از این حاشیه ها دست بردار. چرا؟ چون بزرگترین و ارزشمندترین چیز تو رو اینا میگیرن، اونم زمانه و اون مسیر دچار چالش میشه. پس اگر میخوای به موفقیت برسی، اخبار زرد رو بریز دور. کنکور باشه نباشه تاثیر معدل هست نیست، تو تمام تلاشت و تمرکزت رو مطالعه باشه. در هر صورت موفق هستی تویی.